السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عوس ابن عوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. عوس ابن عوس روایت کرده میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: البته بهترین روز جمعه است، پس از این روز به من صلوات را بسیار فرستید. صلوات شما برای من خواهد رسید. با دیگر روایت آمده است: عن انس رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اکثر الصلاة علی یوم الجمعة و لیلة الجمعة، فمن صلى علی صلاة صلی الله علیه عشرا. با روایت انس ابن مالک رضی الله عنه راضی باشد خداوند از انس که روایت کرده میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: صلوات فرستید به من روز جمعه و شب جمعه. کسی که به من یک صلوات میفرستد خداوند برای او 10 صلوات میفرستد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.